به نام خدا. دوستای گلم سلام. شنل بافی ما تمام شد دیگه. آخر کار لبه های شنل هست که به جای حاشیه بافی کار ما از ریشه بندی استفاده کرد. ریشه بندی حالت اسپورت داره، هم برای دخترونه هم برای پسرونه میشه و برای آموزش این ما میم یه چند سانت را در نظر میگیریم. تقریبا 4-5 سانت ریشه ما احتیاج داریم. خب برای این کار من دور این کارم نخ میپیچم. حالا برای اینکه شما کاموا یا نختون هدر نره میایم تعداد این فضاها که قرار عین این قسمت ریشه ها گره زده بشه اینا را 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اینجا 4 تا فضا داریم. 4 تا فضا داریم. ما میایم دور تا دور کار رو میشماریم به تعداد فضاها. هر فضایی 2 تا نخ حساب میکنیم. خب مثلا اگر که دور تا دور کار ما 100 تا فضا داریم، ضرب در 2 میکنیم میشه 200. پس از اینجا که سر نخ ما هست دور این، حالا یا هر وسیله دیگه که همین 3-4 سانت طول ریشه هامون باشه، اگر که این مناسب کار پیدا کردید 200 مرتبه 200 بار این نخ دورش پیچیده میشه. اگر که خواستید بلندتر باشه ارتفاع این ریشه ها میایم از این طرف که مناسب شال گردن و شال مبل باید بلندتر باشه. برای این شنل نوزادی همین قسمت کافیه. اینجا گفتیم که 11 تا فضا داریم چون بقیه رو من انجام دادم که کارمون زودتر پیش بره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خب چون که هر فضایی 2 تا نخ میخوایم 11 تا دیگه میشه 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خب 11 بار دور این ما نخ و تاب دادیم. حالا 2 تا نخ بر می داریم. این نخ دولا می کنیم. نخ دولا میشه. قلاب داخل این فضا. 2 تا نخ رو میاریم بیرون. همه نخ دور قلاب میکشیم بیرون و این نخ ها باید محکم کشیده بشه. به هیچ عنوان این نخ ها باز نمیشن. اگر که همون اوایل کار شما اینا رو محکم بکشید. دوباره قلاب از این فضا 2 تا نخ روی قلاب میاریم بیرون، ولی سر نخ اینجا من نگه داشتم. سر نخ رو باید حتما نگه دارید. دور قلاب میارم بیرون سر نخ رو و محکم میکشم. این ریشه بندی هست برای شال گردن، شال کمر و شال مبل. کارایی که ریشه بندی احتیاج داره خیلی مناسبه و آموزش هر نوع ریشه بندی همین هست. فقط بستگی به بلند و کوتاهی ریشه ها داره. میاریم بیرون همه نخ ها. 4 تا نخ از این گندمی میاریم بیرون. دوباره نخ قلاب داخل فضا. این 2 تا نخ دولا میشه. قلاب وسط این نخ رو میگیره میاره بیرون و
یه دونه زنجیره بافت میشه. دوباره این نخ دولا میشه. دوباره این فضا، قلاب داخل فضا در محکم کشیده میشه. بعد از اینکه ما ریشه هامونو بافت زدیم، یه گره زدیم به این قسمت، کارمون که تموم شد یه اتوی ملایم در حدی که نخامون یه نواخت و حالت کوتاه بلندیاش معلوم بشه که ما زیادی هاشو قیچی بزنیم. الان نخ من 11 تا فضا داشتیم. نخیا که دور این پیچیدم 2 تا 11 تا من دور این 2 تا 11 تا تاب دادم، چون که 11 تا فضا داشتیم و این دونه 11می. نه نخی اضافه اومد نه نخی کم اومد. اگر که این کارو بکنین الکی نخاتون قیچی نمیشه، چون دیگه استفاده ای نداره. خب حالا این کار من تموم شد. تمام دور تا دور کارمو به همین ترتیب ریشه بندی کردم. این ریشه ها رو یا نخ ها رو من گره زدم و همه رو محکم کشیدم. حالا برای استفاده از اتو برای لباس ها و کارهای بافت حتما باید که اتو کاور داشته باشه که حالت کششی به لباسمون یا کارمون نده و راحت میتونید بخار بدید. اتو رو میذاریم، یه دونه بخار میدیم، برمیداریم. دوباره اصلا کارمونو حالت کششی به کارمون نمیدیم. همینطوری که کارمون اینجا هست اتو میذاریم، یه دونه بخار برمیداریم. پشت کارم همینطور به همین صورت یه دونه بخار برمیدارم. حالا از پشت کار یقه لباسو یه اتو میذارم. فقط در حدی که اتو بذارید یه دونه بخار بدید و بردارید. اصلا نباید اتو کشیده بشه رو بافتای کاموایی.
کار ما تموم شد. این شنل نوزاد ما یقه رو جمع میکنیم و بعد بریم سراغ کلاه ست این شنل.